سیر بخور. توصیه‌ای که هممون از قدیمی ها شنیدیم و امروزه متخصصان طب سنتی به بیمارهاشون تجویز میکنن. اما چرا؟ تو این برنامه میخوایم فواید معجزه‌آسای سیر رو با هم بررسی کنیم. قبل از هر چیز اگه تازه به کانال ما پیوستید حتما ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از برنامه‌های جدید ما جا نمونید. سیر حاوی ویتامین‌هایی مثل ویتامین C، B6 و مواد معدنی ضروری مثل فسفر، منگنز، روی، کلسیم، آهن، تیامین، کربوهیدرات و مقدار کمی پروتئین و همچنین سرشار از مواد معدنی کمیاب مثل یود، کلور، گوگرد و آلیسینه. مهم نیست که چقدر پیشنهاد در مورد چگونگی جلوگیری از مصرف کالری در غذا میشنوید. کالری ها همچنان نقش مهمی در متابولیسم بدن دارند و بدون مصرف اونها انرژی کافی برای انجام فعالیت های روزانه دریافت نمی کنیم. با این حال کالری موجود در سیر به میزان مناسبه بدون اینکه باعث افزایش نامناسب وزن بشه. با تقویت سیستم ایمنی بدن از بیماری ها در امانید. سیر با تقویت سیستم ایمنی بدن باعث جلوگیری از سرماخوردگی و آنفولانزا میشه. خوردن 2 حب سیر خام در روز از سرفه، تب و سرماخوردگی پیشگیری میکنه. سکته مغزی و قلبی 2 مورد از بیماری‌های خطرناک و نگران کننده اند. فشار خون بالا یک عامل خطرناک برای بیماری‌های قلبیه. سیر برای کسانی که فشار خون بالا دارن بسیار مفیده و به کاهش فشار خون کمک میکنه. سیر حاوی آنتیبیوتیکی به نام آلیسینه که میتونه به مبارزه با عفونت‌ها و باکتری‌ها کمک کنه. حتی میتونین سیر رو جایگزین داروهای آنتیبیوتیک کنین. سیر با داشتن ترکیبات مؤثری مثل سلنیوم و ترکیبات آنتی اکسیدانی یه درمان قدرتمند و تقویت کننده برای موهاست. سیر با ترکیب گردش خون در پوست سر باعث میشه اکسیژن و مواد مغذی به ریشه مو برسه و به تقویت و روند رشد مو کمک میکنه. همچنین با خواص ضد میکروبی فوق‌العاده‌ای که داره یه محافظ مؤثر برای پوست سر در برابر میکروب‌ها و باکتری هاست. آنتی اکسیدان ها برای بدن ضروری هستند چون به بهبود سیستم ایمنی بدن کمک میکنن. بدن به اندازه کافی قادر به تولید آنتی اکسیدان های مورد نیازش نیست و مصرف سیر یکی از بهترین راه‌ها برای تأمین میزان مصرف روزانه است. دیالیسولفید و سلنیوم موجود در سیر از سرطان جلوگیری میکنه. اگه میخواین احتمال ابتلا به سرطان رو کاهش بدین، در کنار دنبال کردن سبک زندگی سالم، سیر رو به رژیم غذاییتون اضافه کنید. برای درمان عفونت‌های دستگاه ادراری میتونین از سیر کمک بگیرید. سیر در مبارزه با باکتری‌های دستگاه ادراری بسیار مؤثره و به درمان عفونت کلیه کمک میکنه. آهن و روی برای عملکرد صحیح فرآیندهای بیولوژیکی بدن بسیار مهم هستند. بنابراین اگر دچار کمبود آهن یا روی هستین حتما سیر رو به رژیم غذاییتون اضافه کنید. از اونجایی که سیر خاصیت ضد التهابی و ضد میکروبی داره میتونه در برابر مبارزه با عفونت‌های گوش بسیار مفید باشه. اگه کلسترول خونتون بالاست یا سابقه بیماری قلبی دارین سیر بخورین. سیر باعث کاهش کلسترول خون میشه و از بروز بیماری‌های قلبی جلوگیری میکنه. آنتی اکسیدان‌های موجود در سیر به جلوگیری از هر گونه آسیب اکسیداتیو در بدن کمک میکنه. این خواص آنتی اکسیدانی میتونه به پیشگیری از بیماری‌های شناختی مثل زوال عقل و آلزایمر کمک زیادی بکنه. 1 ساعت قبل از خواب استفاده از سیر و عسل میتونه چربی‌های انباشته شده در اطراف شکم رو کاهش بده. این روش تأثیر قابل توجهی در لاغری و کاهش وزن داره. فقط در نظر داشته باشید که زیاده روی در مصرف این معجون ممکنه به بدن شما آسیب بزنه. بنابراین استفاده مداوم فقط برای 1 ماه توصیه میشه.
سیر نه تنها در درمان بیماری‌های داخلی بلکه در درمان بیماری‌ها و التهاب‌های پوستی هم موثره. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب کنید تا در ادامه این بیماری‌ها رو با هم بررسی کنیم. سیر یا آنتی اکسیدان بسیار قویه که خواص ضد التهابی و ضد میکروبی داره. از اونجایی که جوش به دلیل جمع شدن سموم، مسدود شدن منافذ و عفونت‌های باکتریایی ایجاد میشه، میتونین از سیر برای بهبود اون استفاده کنین. اگزما یه عارضه پوستیه که باعث خارش، پوسته شدن، زبری و ملتهب شدن پوست میشه. دلیل این عارضه التهاب ناشی از واکنش آلرژیکه. سیر خواص ضد التهابی داره و به همین دلیل میتونه در کاهش علائم اگزما مفید باشه. بیماری خودایمنی پوستی باعث بروز علائمی مثل قرمز شدن، پوسته شدن و خارش پوست میشه. این بیماری معمولاً کف سر، آرنج و زانوها رو تحت تاثیر قرار میده. البته سیر این بیماری رو درمان نمیکنه، اما به کاهش علائم اون کمک میکنه. این بیماری به دلیل التهاب رخ میده و از اونجایی که سیر یه ترکیب ضد التهابی قویه، متخصصان مصرف اون رو توصیه میکنن. حالا که با خواص سیر آشنا شدین، وقتشه که یکی از سوالاتی که همیشه مورد بحث بوده رو با هم بررسی کنیم. آیا سیر رو با معده خالی باید خورد؟ باید گفت سیر یکی از آنتیبیوتیک های طبیعیه که خوردن اون بدن رو از بسیاری از بیماری ها در امان نگه میداره و بیشک خوردن سیر با معده خالی دارای خواص گوناگونیه که در ادامه بهشون اشاره میکنیم. مصرف سیر خام به صورت ناشتا میتونه مشکلات عصبی رو درمان کنه. کنترل استرس باعث توقف ترشح اسید معده میشه. مصرف سیر نقش کلیدی در گردش خون داره و میتونه گزینه مناسبی برای افراد مبتلا به بیماری فشار خون و بیماری‌های قلبی باشه. مصرف سیر در اول صبح و به صورت ناشتا اشتها رو کم میکنه و منجر به رفع پرخوری در طول روز میشه. پس به لاغری کمک موثری میکنه. یکی دیگه از خواص سیر ناشتا افزایش گردش خون و بهبود پوست سره. با افزایش گردش خون در پوست سر، فولیکول‌های مو تقویت میشن و از ریزش مو جلوگیری میکنه. آلیسین موجود در سیر میتونه کبد رو پاکسازی کنه و در نتیجه با داشتن کبد سالم با جوش و آکنه خداحافظی میکنیم. سیر به عنوان یک گیاه دارویی طبیعی خواص بیشماری داره. افزایش انرژی، سلامت قلب و کبد، کاهش فشار خون، لاغری، تقویت سیستم ایمنی و درمان بیماری‌های ویروسی همه از خواص سیر هستن. پس با مصرف منظم و متعادل میتونین به بهبود کیفیت زندگی و سلامتیتون برسید. در پایان نظرات و تجربیاتتون رو در کامنت ها برامون بنویسید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. تا ویدئوی بعدی سلامت و پر انرژی باشید.